سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 10 نوامبر همراه شما. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر پایگاه 201 روسیه در کشور را با اتهام قتل یک دختر 22 ساله تاجیک دستگیر کردند. مفتشان شعبه امور داخلی ناحیه سینا در دوشنبه روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفتند ایوان شرباکوف، لیتنانت کلان میلیسا شایره جبار و ساکن پایتخت را به خوابگاه واحد نظامی پایگاه 201 در محله گیپرزیم دعوت کرده است و با سبب‌های هنوز نامعلوم کشته است. حادثه روز 5 نوامبر رخ داده است و سرباز را روز 9 نوامبر بعد آشکار شدن جسد شایره از داخل قوطی پرتاب دستگیر کردند. مقامات پایگاه 201 روسیه گفتند پرونده ایوان شرباکوف را مفتشان روس تحقیق می‌کنند. از این پیش در ماه اوگوست دو سرباز پایگاه روسیه در تاجیکستان را برای قتل یک راننده تاجیک به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. در شهر دوشنبه انجمن اقتصادی سپک 2015 آغاز شد و در جریان آن نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی مسائل اقتصادی و همکاری برای بهبود بخشیدن به زندگی مردمان منطقه را بررسی می‌کنند. سپک برنامه مخصوصی سازمان ملل است که به آن به غیر از 5 کشور آسیای مرکزی افغانستان و آذربایجان هم شامل هستند. نظام الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه در نشست گفت کشورهای منطقه بدون همکاری سودمند در عرصه‌های آب و انرژی و از بین بردن مانع‌ها در راه حرکت نقلیات در منطقه به پیشرفت منظم نائل نمی‌شوند. ما می‌خواهیم در جریان تهیه برنامه‌های منطقوی به رفع مانع‌های صنعی و از نظر اقتصادی زیان آور در ساحه‌های نقلیات و مخابرات که به رشد همکاری‌ها خلل می‌رسانند توجه خاص ظاهر شود. در گذشته ازبکستان پیوسته مانع حرکت قطارهای تاجیکستان از قلمرو شده است و یکی از مخالفان اصلی طرح ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان است و در این باره صحبت داشتم با عبدالله اشرف همکارم در دوشنبه که نشستی انجمن سپک را پیگیری کرد. در کاخ وحدت در شهر دوشنبه در یک مراسم تنتنوی با حضور افسران میلیسا از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان روز میلیسا را تجلیل کردند. در این مراسم که با شرکت رهبران نهادهای قدرتی دایر گشت، رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی گفته است کارمندان میلیسا در تاجیکستان از روزهای اول فعالیت برای تامین ثبات و آرامی و مبارزه با جنایتکاری جانیساری و فداکاری کردند. شب و روز جان خود را دریغ نداشته برای گلگونستانی وطن عزیز کارمندان مقامات کارهای داخلی جان خود را نثار کردند و برای خرسندی آبادی همین ملک دیار خدمت صاف دلانه خود را می‌کرد. من باور ندارم که یگان کارمند مقامات کارهای داخلی در یگان دور و زمان خود را یک طرفه گرفته باشند. حامیان حقوق و جامعه شهروندی در تاجیکستان اکثرا فعالیت مقامات میلیسا را تنقید می‌کنند که خود را به حیث حامی واقعی نظم و ترتیبات نشان نمی‌دهند و در بین آنها رشوه‌خواری و فساد زیاد است. معامله دغل با کارافتاده‌ها، بدرفتاری با بازداشت شدگان به گفته حامیان حقوق یک چیز یادی در بین کارمندان میلیسا در تاجیکستان است. دادگاه در شهر بیشکک روز 10 نوامبر محاکمه رئیس سابق دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان و یک وکیل سابق پارلمان را ادامه داد که هر دویشان به فساد و رشوه‌خواری متهم می‌شوند. دانیار نورینبایف و حاجی مراد کارکمزف را ماه ایول همین سال دستگیر کردند. وکیل سابق پارلمان به آن متهم می‌شود که از نریمان تولایف رئیس سابق شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان هزاران دلار رشوه گرفته است و دانیار نورینبایف هم در معامله‌های غیرقانونی آنها دست داشته است. شهردار پیشین بیشکک را سال 2013 با گناه رشوه‌خواری و تقلب مالی در قرقیزستان به زندان محکوم کردند. دادستان پرونده خواسته است نورینبایف به 12.5 و کارکمزف به 12 سال زندان محکوم شوند. مرکزی هواشناسی تاجیکستان میگوید ممکن است حرارت هوا در کشور در 2 روز آینده پایین‌تر رود و باران‌های پی در پی به برف مبدل شوند.